سلام، من حسین زدا هستم و امروز با آموزش جدید فروش در خدمت شما عزیزان خواهم بود. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم بحث باور محصولیه. باور محصولی یک نکته بسیار حائز اهمیت تو دنیای فروش، مذاکره و یا بازاریابیه. تا مادامی که شما محصولی که دارید ارائه میدید و یا خدماتی که می‌خواید عرضه کنید رو باور نداشته باشید، هرگز نمیتونید تاثیرگذاری مناسب رو روی طرف مقابلتون ایجاد کنید. این باور محصولی از کجا میاد؟ قطعاً از شناخت شما نسبت به محصولات و یا خدماتی که ارائه میکنید منشأ میگیره، از شناخت رقباتون منشأ میگیره، از سنجش بازارتون سرچشمه میگیره و همه این آیتم ها رو اگر شما کنار هم قرار بدید میرسید به یک باوری که ما اسمش رو میذاریم باور محصولی. حتما توجه داشته باشید تو موضوع باور محصولی معایب و ایرادای محصول شما هم گنجونده میشه. این آگاهی ها باعث این میشه که شما بتونید دیالوگ های مناسب رو برای طرف مقابلتون ارائه بدید و پذیرش مناسب تری رو از طرف مقابل حاصل کنید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با آموزش های بعدی خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.